به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، امیدوارم از هر جایی که ما را میبینید سلامت و سربلند و در پناه رحمت پروردگار جل و علا قرار داشته باشید. ما در برنامه سوال و جواب قرار داریم و این برنامه را با آیتی از قرآن شروع میکنیم که خداوند جل و علا میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خدا میگوید پس بپرسید از متخصصین، از علما اگر نمیدونید. پس از این آیت معلوم میشد که پرسیدن عیب نیست، بلکه کورکورانه عمل کردن عیب است. مهمانی برنامه ما عضو شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان استاد جمال الدین خاموشی. خوش آمدید به این برنامه استاد. سلام باشید. استاد گرامی، سوالهای اول در نماز و نماز انسانی مسافر است. بله. وقتی انسان به سفر می رود، به سفر می براید، در چند کیلومتر او حکم مسافر را می گیرد؟ به نام خداونده که سزاوار پرستش است آغاز میکنم. البته درست گفتید شما که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان فرمودند که شفای نادانی سوال است. شفای العی از سوال، یعنی انسان هر چیزی رو که ندانست باید شرم نکند بلکه بپرسد تا اینکه راه درست را بیابد و عبادت خود را درست انجام میدهد. در مسئله سفر باشد البته در جامعه پرسپوس زیاد میشه، چون که امروز شبکه‌های زیاد هم فعال هستند، نظرهای گوناگون هم بسیار است. اما ما الحمدلله در کشور خود مرکز اسلامی داریم، شورای علما داریم و عبادت‌های خود را طبق نشاندادی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اصول مذهبی آن و آنچه که شورای علما برای ما تصمیم میگیرند در مسائل ها با آن عمل میکنیم. البته در مسائل مقداری سفر در باب مسافر قریب 20 قول است. 4 تا نظری مشهور یا قول‌های مشهور دارند که بعضی علما بر همین نظرند که از اون جمله ظاهری ها با مجرد سفر قصر میخونند، نو واسه چقدری که باشد. قول دوم به اندازه 1 شبانه روز اگر سفر کرده شود در اون صورت نماز خود را قصر میخوانند و قول دوم سوم به اندازه 2 شبانه روز و قول آخر به اندازه 3 شبانه 3 روز. کسی که نیت سفر کردن داشته باشد آنگاه نماز خود را قصر میخواند، اون مسافر حساب میشود. و در بعضی کشورهایی که پابند مذهب حنفی هستند از 77 کیلومتر شروع میشود. یعنی حکم مسافر را میگیرند و بعضی متأخرین 15 فرسخ، بعضی ها 18 فرسخ، بعضی ها 21 فرسخ میگویند. هر فرسخ به اندازه 6 کیلومتر است. یعنی بعضی ها در 108 کیلومتر هم فتوا بر سفر یعنی بر قصر خواندن نماز میدهند. اما شورای علمای مرکز اسلامی ما در اندازه 120 کیلومتر سفر را معین و مشخص کردند. چون که در نزد مذهب جمهور 2 مرحله است، اما در نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله 3 مرحله است و هر مرحله به اندازه 40 تا 45 کیلومتر گفتند علما. وقتی که 40 کیلومتر باشه 3 مرحله 40 کیلومتری 120 کیلومتر میشه و عادتا یک شبانه روز عبارت از 24 ساعت است. 8 ساعت برای سفر است، 8 ساعت برای استراحت است، 8 ساعت برای عبادت و دم گرفتن است. یک انسان سالم در 1 ساعت 5 کیلومتر سفر میکند. وقتی که 5 کیلومتر باشد 8 کره 5 خودش 40 میشود، 3 روز 40 کیلومتری 120 کیلومتر میشود. این نظری هست که علمای کشور ما را انتخاب کردند و حتی در زمانهای پیشین این را پیاده هم تجربه کرده بودند که چقدر پیاده سفر قدم میزنند و سفر میانه میروند. به این خاطر قصر میخوانند. وقتی که انسان سفر میشود شما گفتید که از کجا یعنی ابتدا میشه. در شرایط فعلی ما خصوصا شهر دوشنبه عبارت از 4 دروازه دارد و از همین دروازه که بیرون شد الکی او مسافر حساب میشود. چون که حضرت علی رضی الله تعالی عنه یک خانه نئی رو مقهر قرار داده بودند، میگفتند که لو جاوزنا هذا الخصه لقصرنا. از همین خانه نئی که گذشتیم قصر میخونیم. یعنی قصر همین است که نمازهایی که 4 رکعتن از آن جمله پیشین، عصر، خفتن اینا 2 رکعتی خونده میشود. این سبکی برای همون
شخص مسافر است با علاوه بر این حتی خوردن روزه هم برای اون رخصت است، یعنی اجازه دارد که حتی روزه خود را هم افطار کند و نماز را قصر میخونه. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خواندن قصر حتمی است. یعنی این حتما اگر ترک کند، اگر قصدن، البته او گناهگار میشه. استاد گرامی، بعضی ها در سفرند و مسافر حسابیده میشوند، اما میگویند من نمیخواهم که نمازم را کوتاه یا اینکه قصر خوانم. این چی عاقبت و چی حکم دارد؟ آیا اجازت هست که مسافر نمازش را پر گذارد؟ البته که ما مقلد هستیم و در دوره مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عبادت‌های خود را انجام میدهیم. اون چیزی که علما برای ما پیشنهاد کردند و در خود کتاب‌های مشهور مذهب ابو حنیفه، کتاب‌های فقهی منظور من مختصر یا اینکه شریقایه هدایت در این اومده است که اگر نفری اگر قصدن یعنی قصد را اگر ترک کند، اگر او عاصی می شود، یعنی گناهگار می شود. باید که نوبسته کی از خور کی نباشد، در چین مرتبه و منزلت و منصبی هم که نباشد، مشکلات هم برای او باشد نباشد، وقتی که او سفر میکند باید که این حدود رو رعایت کند و نماز رو قصر بخواند. سلامت باشد. یکی از علما رو میشنیدم که میگفت نماز قصر از جانب پروردگار جل و علا برای بندگان یک سبوکی و یک هدیه است. صدق است، ولی درست است. پس اگر اون رو نپذیرفتن و قبول نکردن و اطاعت نکردن، این نافرمانی یا این که بگیم انسان گناهگار میشه. بله، وقتی که ما مقلد هستیم از دوره اون چیزی که برای ما معین مشخص شده است از اون باید بیرون نبریم و در دوره او باید عبادت‌های خود را انجام بدهیم. در موضوع سجده سهو میگفتید که در کدام حالت‌ها باید انسان سجده سهو کند و چگونه این سجده گذاشته میشه؟ البته سجده سهو کردن، سجده سهو در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله واجب است. وقتی که انسان ترک واجب میکند یا اینکه تأخیری فرض میکند، یک نماز عبارت از هم فرض است، هم واجب است، هم سنت است، هم مستحب. یعنی فرض‌های داخلی نماز را ارکان صلات میگن، فرض‌های بیرونی نماز را شروط نماز صلات میگویند و بسر که بسبب ترک فرایض نماز دوباره خوانده میشد، اعاده کرده میشد. اما رفت اگر واجبات نماز را ترک کرد یا تأخیر کرد یا تکرار کرد، در این صورت ها سجده سهو برای لازم می شود. طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بعد از سلام سجده سهو میکند، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که برای هر یک سجده سهو دو سجده است و بعد سلام انجام داده می شود. در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه پیش از سلام سجده سهو میکنند و در مذهب امام مالک رحمت الله علیه اگر نقصان باشد پیش از نماز، پیش از سلام، اگر زیادتی شود بعد از سلام سجده سهو میکنند. یعنی اندیشه های گوناگون در باب سجده سهو وجود دارد و از اون جمله خواندن اتحیات واجب است، ضم سوره واجب است، قرائت فاتحه واجب است. اگر رفت اینا ترک شوند یا تأخیر فرض شود، اگر در این صورت انسان سجده سهو میکند. اگر رفت امام باشد یک طرف سلام میدهد، اگر منفرد تنها گذار باشد مخیر است، چون که وای در اختیار خود است، میتواند یک طرف سلام میدهد، میتواند دو طرف سلام میدهد، بس سجده سهو را انجام میدهد. دوستان گرامی، سجده تلاوت کدام وقت بر انسان واجب میگردد؟ البته همچنان که در کتاب‌های فقه آمده سجده تلاوت واجب میشد بر کسی که تلاوت کرده است یا شنیده است. بله. یا خود خوانده است یا شنیده است. وقتی که اگر سجده تلاوت را شنید، همچنان که در کتاب‌های فقه هم آمده است که در 14 جای قرآن آیتی سجده تلاوت است. فی آخر رعد و اعراف و رعد و نحل و بنی اسرائیل و مریم و اول الحج و فرقان الی آخری، یعنی 14 جو سجده تلاوت است. وقتی که انسان تلاوت میکند یا میشنود او را انجام میدهد. طرز اونها است که یعنی سجده تلاوت تشهد ندارد، سلام ندارد، رفعیت ندارد، فقط نیت میکند، یک سجده میکند. تجیب سجدتون بین تکبیرتین، الله اکبر میگه سجده میکند. در سجده همون تسبیح های سجود رو میگه، سبحان ربی الاعلی، یا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار موافقی همون 9 بار میگه. بعدتر با دعا دارد که امر استحبابی است، گفته سجدت للرحمن و آمنت بالرحمن فاغفر لی ذنوبی یا رحمان سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. یعنی وقتی که شنید باید که سجده تلاوت رو انجام میده، فقط از عقل. یعنی اگر رفت و از صدا باشد یا که از اون پرنده توتی فرض کردیم، توتی ها هم تعلیم میکنند، اگر از اون توتی بشنود اگر برای انسان سجده تلاوت واجب نمیشود.
سوال به میان میاد، یک انسان در راه است، در سفر است و قرآن را گذاشته است که میخواند، در اونجا آیتی سجده را میخواند، بله. آیا بالای او واجب میگردد و این که نه؟ از ثبتایی که هست وجود دارد ما با این چیز روبرو میشیم. البته از اینا سجده تلاوت واجب نمیشه. اگر رفت پخش مستقیم باشد اگر در این حالت سجده تلاوت برای او لازم میشد. و فرق دیگرش همین است که واجبی سجده تلاوت فوری نیست. بله. مثلا واجبی حج فوری است، اگر انجام ندهد بس گناهگار میشد. اما سجده تلاوت تأخیر هم شود قضا نمیشود. هر وقت که به یادش اومد میتونه که سجده تلاوت را انجام بده. وقتی معینی ندارد یعنی؟ بله بله، محدود به همون ساعت و به همون وقت نیست. یعنی به سبب تأخیر کردن قضا نمیشود، در صورت ادا انجام صورت میگیرد. انسانی که قرآن را حفظ میکند و یک آیت را چند بارها تکرار میکند، مخصوصا آیت های سجده را، بله. پس برای او چگونه است؟ باید یک بار سجده کند یا برای هر بار خواندن هر بار مرد هر یک بار باید سجده کند؟ فرض کردیم که سوره علق یا این شقت را وقتی که تلاوت میکنند، اگر در یک مکان در یک منزل چند مراتبه که بخواند یک بار سجده تلاوت میکنند. اگر مجلس ها را تغییر بدهد اگر البته در هر یک بار خواندگیش برای او یک سجده تلاوت لازم میشه. سلامت باشید، برکت بینید. سلامت باشید. دوستان گرامی، جنازه غایب برای کی خوانده می شود و چگونه خوانده می شود؟ البته صلات جنازه خواندن از نگاه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرض کفایه است و جنازه غایب، در باب جنازه غایب پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 نفر را جنازه غایب خواندند. اما روایت مشهور با سند صحیح فقط جنازه نجاشی شاهی حبشستان است و اینچنین معاویه ابن معاویه لیثی یا مزنی و زید ابن حارثه و جعفر ابن ابی طالب. همین 4 نفر رو میگن که علما که جنازه غایب خوانده شد، اما فقط سند صحیح و درست شاهی حبشستان یعنی نجاشی را پیامبر صلی الله علیه و سلم جنازه او را خواندند. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دیدن یعنی میت برای امام شرط است. باید که او را ببیند بعد جنازه او را ادا کند و بعد از اینها دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم جنازه غایب نخواندند. بعد این 2 سال دیگر در مدینه بودند و چند نفری در بیرون از مدینه فوت دیدند، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم جنازه اون را نخواندند. در باب جنازه غایب بین علما اختلاف نظر وجود دارد، خصوصا نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و اینچنین امام مالی رحمت الله علیه مطلقاً میگن جایز نیست و نزد امام شافعی و احمد رحمت الله علیه مطلقاً جایز است. و بعضی علما بینن که اگر میگن رفت شخص در یک کشور فوتید که یگان نفری نبود که جنازه او را بخواند، آنگاه میتوانند که جنازه او را در صورت غایبانه ادا کنند. یا اینکه بعضی علمای دیگر با این نظرند که اگر رفت همون میت در جانب قبله باشد اگر که از این طرف میتوانند که جنازه او غایب را بخوانند، در حق او دعا کنند و این خاصی یعنی اندیشه خودی همین علما درباره جنازه غایب است و فقط یگانه اون چیزی که درست است صحیح است این جنازه نجاشی شاهی حبشستان است و دیگر بین دیگران اختلاف نظر وجود دارد. اگر هست که میت رو نمیابند یا در دریا غرق شده است یا دیگر حالت ها، اگر میت رو نمیابند در این حالت جنازه غایب خواندن جایز است؟ در طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله فقط در حق او دعا میکنن، اما چخیلی که قبلا هم ذکر کردیم برای در خود دایره مذهب ابو حنیفه رحمت الله دیدن میت برای امام شرط است. گرچه قوم هم اگر میت رو نبینند باید که امام میت رو ببیند آنگاه جنازه رو بخوانند، فقط دعا میکنند در حقش. سلامت باشید دوستان گرامی که دعوت ما رو پذیرفته و در این برنامه اشتراک نمودید. بیننده گرامی، اگر سوالی دارید می توانید زیر این نوار بنویسید و در برنامه‌های آینده جواب آن را بگیرید. من سوال‌های شما را به متخصصین و اهل علم پیشکش می‌کنیم و جواب‌های دقیق و با سند و دلیل برای شما پیشکش می‌کنیم. سلامت سربلند باشید تا برنامه دیگر در پناه خداوند جل و علا بمانید. السلام علیکم. سلام باشید.